بینندگان ارجمند سلام. امروز جمعه 23 ایون است. من خیرامان بقوزاده و همکارانم شما را به دیدن نشر برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا به موضوعهای نشر برنامه توجه کنید. در پی 5 روزی عملیات نلگال ساختارهای انتظامی روسیه از بازداشت 10 مهاجر و اخراجشان خبرها میرسد. در تاجیکستان از 1 اوگوست پرداخت‌های بانکی سرتاسری می‌شوند. طرفداران می‌خواهند شفافیت و قانون در خرج‌های آنها تأمین باشد. کنترلیور با میدادی نیمه‌ش نمیگذارن. یا که یک ماه پس علیش میشدن می‌بینی با قرضدار می‌براوردن. فاجعه تیتان در آب‌های اقیانوس اتلانتیک 110 سال بعد از فلاکت تاریخی کشتی تیتانیک 5 سرنشین زیرآبی به هلاکت رسیدند. در روسیه 5 روز است عملیات نلگال ادامه دارد. در این مدت 10 مهاجر بازداشت و اخراج شدند. بنا به اطلاع مقامات انتظامی مسکو، عملیات در بازارها، کارخانه‌های صنعتی، ساختمان‌ها و جای‌هایی که مهاجران کار و زندگی می‌کنند گذرانیده می‌شود و در آن نمایندگان دادستانی، وزارت کارهای داخلی و FSB یا خدمات امنیت فدرالی روسیه اشتراک می‌کنند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد. دادستانی شهر نوسیبیرسک از تفتیش 165 مهاجر در حدود بازار خیلوکسکی خبر داده است. 35 نفر را برای قانون شکنی بازداشت و 9 نفر را خارج کردند. پلیس شهری ریزان هم گفته است در جریان عملیات نلگال 66 مهاجر را دستگیر کردند که در روسیه غیر قانونی کار و زندگی می‌کردند. مهاجران را مقامات انتظامی شهر از جنگل پیدا و بازداشت کردند. حامیان حقوق از خارج شدن 10 مهاجر تاجیک از روسیه در چند روز اخیر خبر می‌دهند. آنها با نشر و پخش مراجعه‌های ویدیویی به مهاجران تاکید می‌کنند که خیلی احتیاطکار باشند و کوشش کنند سندهایشان پوره قانونی و درست باشند. یک سبب اصلی خارج شدن اکثر مهاجران تاجیک از روسیه حالا ثبت نام یا رجیستراسیون قلبکی بوده است. باز یک بار دیگر تاکید میکنم همچون دوست شهرت قدرت حقوقشناس تاجیک در پخش مستقیمش در یوتیوب به مهاجران به این موضوع تاکید کرد. با رجیستراسیا через посредников نکنید دوستان، کوشش کنید که رجیستراسیاتون بعضا با باشه همه قاپیدوسم بعضا نیست، رجیستراسیا نیست. من همین 3 روز اخیر بعد دروغ نمیگم یک 40-50 هموطنی ما چیز سود ودواری نکردن. زنگ میزنن میگه ما پاچکا از سترویکا بردوسن ای کارخونه بردوسن. صابر نورف کارشناس مسائل مهاجرت و سابق کارمند وزارت کارهای داخلی روسیه در صفحه‌اش اینستاگرام با سوال و مراجعه‌های مهاجران پاسخ و مشورت‌های حقوقی می‌دهد. او میگوید این شب روز مراجعه‌ها خیلی زیاد شده است. کوشش کنید به نقطه‌هایی که مهاجران زیاد جمع می‌شوند نروید، مثل صدوات یا دیگر بازارها و مترو. آنجا میلیسه ها مهاجران را تفتیش میکنند. اگر شما پتنت دارید حتما در منطقه کار کنید که طبق پتنت حق کار در آنجا را دارید. اگر پتنت را در مسکو گرفتید شما تنها حق کار در مسکو را دارید. اگر در ولایت مسکو باشد شما را میتوانند از این کشور خارج کنند. اما بسیاری از مهاجران تاجیک از آن شکایت دارند که با وجود درست و قانونی بودن سندهایشان آنها را بازداشت میکنند. در این شب و روزی که در شهر و منطقه های روسیه رید و تفتیش های ادامه دارد، نه فقط مهاجران بی سند بلکه آنها هم در جنگل ها پناه میبرند که میگویند همه حجت هایشان رسمی است. این اپا مردم همه افمس امونسو گرفتگیان نمیجا اینا даже продукта қатишон овардагиан ки сутка бестан тамоми документошон как нада ягон проблема надора 30-40 нафар шид уже сеюм рӯзае ки рӯзмон наметан мо дар дарини лес ховем. مهاجران میگویند حتی از مرکز صخره و آنهایی را که برای درست کردن سند خود آمده بودند پلیس دستگیر کرده برده است. دقیق نیست که در دایره عملیات نلگال چه تعداد از مهاجران تاجیک بازداشت و اخراج شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه در این باره واکنش نکرده است. آغاز عملیات تفتیش مهاجران را مقامات روسیه رسما از 19 ایون اعلام کردند، اما سنجش و بازداشت و فشار و خارجسازی دست جمعانه مهاجران تاجیک 1 ماه باز ادامه دارد. بینندگان عزیز یادآور میشوم شما هم میتوانید خبر
خبر و وضعیت خود را از روسیه درباره این عملیات و عموما درباره حال و احوال خود در این شب و روز به ما فرستید، به رادیوی آزادی فرستید. برنامه را پی میگیریم. شاید روزهای نزدیک مراجعت اینکه شما کارت بانکی دارید و از آن استفاده کرده می توانید به یک پرسش معمولی ساکنان در تاجیکستان تبدیل شود. با یک فرمان پرزیدنت از 1 آگوست همه معامله های مالی با نهادهای دولتی مثل سپردن پول برق، انداز دادن پول نقلیات و دیگرها باید نه نقدی بلکه کارتی شود. تا کجا اجرای فرمان نو آسان پیش می رود و چی مشکلاتی داشته می تواند در گزارش سروی نوزی روح الله و شهلای عبدالله می بینیم. شهروندان تاجیکستان باید تا 1 آگوست کارت بانکی گیرند یا همیانی موبیلی کشایند، زیرا اکنون باید انداز، باج دولتی، پول خدمات کمونالی، خدمات طبی و حتی جریمه را به طور غیر نقدی سپارند. نمیتوان گفت که نظام برای ساکنان ناشناس است. حالا هم بخشی از اهالی از آن استفاده می کنند یا مزد کار و نفقه ها با این راه رسانده می شوند. معظمه ابراهیمова و 4 ماه است که از نظام پرداخت غیر نقدی استفاده می کند. طبری او میگوید هم وقتش صرف می شود و هم از احتمالی فساد پیشگیری می کند. کونی خیلی سپردن آسان‌تر، چیم رفته در اونجا سپردن کنترلیور با میدادی نیمش نمیگذارن، یا که 1 ماه پس علیش میشدن میبینی با قرضدار میبروردن. حاضر چی؟ حاضر نه، حاضر پورا پرداخت نشده. در فرمانی که رئیس جمهور تاجیکستان روز 22 ایون امضا کرد، تاکید شده است که نهادهای مسئول دولتی از جمله بانک ملی تاجیکستان و سازمانهای مالیوی برای قبول پرداخت‌های غیر نقدی تا 1 آگوست شرایط ضروری را فراهم آورند. همه وزارت اداره هم چی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، چی کمیته انداز، چی بانک ملی و همه بانک‌های نظام بانکی علاقه به این کار شروع کردن. از اون جمله ما چاره‌بینی‌های مشخص و معین علاقه راه اندازی نمودیم که مردم از خانه دور نرفته میتونه حتی توسط تلفن‌های موبیلی پرداخت را انجام دهند. حتی منصبداران دولتی نیز تاکید می‌کنند که گذاشتن به نظام غیر نقدی جلوی پرداخت‌های غیر قانونی را می‌گیرد و ضرورت در جیب نگاه داشتن پول نقد را از بین می‌برد. کمیته انداز تاجیکستان خبر داد که در 1 سال گذشته 81% اندازها و پرداخت‌ها به بودجه دولت به شکل غیر نقدی پرداخت شده است. تمام این کار را انجام دادیم که گذرانی که متاسفانه نه همه می‌خواهد که غیر نقدی مبلغ شد، هم اندازش را پرداخت کنه، هم دیگر چی شده معاملاتی که میکنند با شهروندان و دیگر من انداز پارندگان یا که دیگر چی را. تلاش‌های مقامات برای تحکیم نظام غیر نقدی در حالی است که برخی ساکنان میگویند در بیشتری شهر و ناحیه‌ها درباره آن تصورات ندارند. گذشته از این اکثر ساکنان در تاجیکستان در دیه زندگی میکنند که در محل زیستی آنها شرایط فراهم نیست. این خیلی خوب میشه. دیگر من میخوام مثال 10-15 کیلومتر پیاده نمیره، مثال کافتنی بانک نمیره، جاش تلفن دا میگذرونیش میره. نهادهای دولتی بر اینند که نظامی نو امکان میدهد حرکت مبلغ‌ها و حجم پرداخت‌ها نظارت و شفافیت کار تامین گردد. اما ساکنان میگویند اجرای فرمان پرزیدنت به سرعت، صفت و امنیت اینترنت بستگی دارد و یک دستور رئیس جمهور در این باره اجرا نشده مانده است. آن را میبایست خدمات علاقه رئیسش بیگ ظهور فقدای پرزیدنت عملی مینمود، ولی شکایت‌ها از اینترنت باقی ماندند. فرماندهان گارد ساحلی امریکا روز پنجشنبه خبر دادند که سرنوشت 5 سرنشین زیردریایی تیتان با فاجعه انجام یافته است. با این خبر جستجوی بین المللی این کشتی زیرآبی خرد که در راه به سمت کشتی عظیم تیتانیک ناپدید شد به پایان رسید. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. از طرف گارد ساحلی امریکا و تمام فرماندهی عمومی من به عائله‌های آنها اظهار همدردی عمیق می‌کنم. جستجوی 5 سرنشین سفینه و یا زیردریایی ناپدید شده در اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه با خبری شوم به پایان رسید. در همین روز یک ربات زیردریایی پاره‌های آن را در نزد باقی مانده‌های کشتی تیتانیک پیدا کرد که 100 سال پیش غرق شده بود.
رابط زیردریایی از کشتی هورایزون آرکتیک دم زیردریایی تیتان را در بستر دریا و در نزدیکی تیتانیک پیدا کرد. رابط همچنین زباله‌های دیگری سفینه را یافت. خلاصه متخصصان فرماندهی عمومی این است که کشتی بر اثر از بین رفتن فشار داخلی ترکیده است. در این فوجیه همیش هاردینگ میلیاردر و کشاف بریتانیایی، شاهزاده داوود تاجر ثروتمند پاکستانی و پسر 19 سالش سلیمان، اقیانوسشناس فرانسوی پل هنری نرگیولت و استاکتون رش مؤسس و رئیس شرکت اوشن گیت آفرنده تیتان هلاک شدند. این یک قضیه فوق‌العاده پیچیده بود و ما هنوز کار میکنیم که جزئیات فلاکت و تلفات را معلوم نماییم. زیردریای تیتان روز یکشنبه با اقیانوس غوطه زد و برای 96 ساعت اکسیژن داشت. با گفته اوشن گیت قرار بود در 2 ساعت به محل تیتانیک برسد، اما بعد غوطه زدن ارتباط آن با کشتی بالا قطع شد. گروه‌های نجات از چند کشور چند روز هزاران کیلومتر مربع را با کشتی و هواپیما جستجو کردند تا نشانی از آن را یابند. بعد آنکه هواپیماهای جستجویی کانادا صدای کوبیدن با آهن را با صوتگیرهای حساسشان ثبت کردند، امیدواری‌ها برای پیدا کردن سرنشینان زیاد شد. ولی جان ماگر گفت صداها از تیتان نبوده است. به نظر می رسد که هیچ ارتباط بین صداها و بستر اقیانوس نبود. دیگر باره می گویم که ترکش فلاکتبار سفینه صدای قوی را به وجود می آورد که صوتگیرها ثبت می کردند. کریس براون دوستی همیش هاردینگ از بیم نگرانی‌های امنیتی از سفر در تیتان دست کشیده است. قسمت از زیردریایی که در بهم آزمایش کردند برای من ساده به نظر رسید. آنها از لوله کشتی عادی ابزار توازن درست کرده بودند و از وسیله ایکس باکس برای اداره استفاده بردند. برای من سرپیچی آنها از گرفتن اجازه نگران کننده بود. سالها درباره امنیت تیتان سال 2018 در یک کنفرانس درباره زیردریایی‌ها مطرح شده بود. یکی از متخصصان سابق اوشن گیت هم در شکایت به دادگاه عین نگرانی‌ها را مطرح کرده است. خود اوشن گیت در یک بیانیه گفت در این زمان فاجعه دل ما برای همه این 5 روح و هر عضو خانواده آنها غم دارد. و یک خبر از روسیه، یک مقامدار روس در ولایت آلتای اقرار شده است که بیش از 20 سال پیش 5 دختری جوان را کشته است. مفتشان گفتند که اسرار قتل زنها آشکار شد و پرونده منیکی برناولی را با همین می‌بندد. در صادر کردن کشتارها در سال 2000 معاون رئیس مأموریت ناحیه کالمن ولایت آلتای ویتالی منیشن اقرار شده است. تفتیشات معلوم کرده است که اکثر حادثه‌های کشتار تابستان سال 2000 صادر شده است. آن زمان در دوام 3 ماه 5 دختری که نیت داخل شدن به دانشگاه را داشتند ناپدید شدند. خویشاوندان آنها گفتند که باید با نفر وام می‌خوردند که به آنها در داخل شدن به دانشگاه وعده یاری کرده است. منیشن سال 2000 در ناحیه چون دکتری جانوران یا وترینر کار می‌کرد و جسد دختران کشته شده هم در همان جا یافت شد. دیرتر او به حکومت ناحیه به کار قبول شد و تا ماه مارت سال 2023 معاون رئیس مأموریت ناحیه کالمن بود و مسئولیت ساحه‌های کمونالی و خواجگی، ساختمان و گاز را به عهده داشت. و بینندگان عزیز، برنامه امروزه در همینجا به پایان میرسد. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک دسترسند.